ناگه دید در خواب این واقعی قربانی نمودن ابراهیم اسماعیل توسط نظمه نسخ نیست نظمه این مرد خودش عاشقی هست عاشقی ربانی در مثالش شناش نظمه خلیل الله ناگه دید در خواب مضمون آیات خلیل الله ناگه دید در خواب با قربانی ولد شد امر وهاب برای قربانی کردن اسماعیل امر شد یکی فرزند بودش نوری دیده کار رشته جان برگزیده یگانه فرزندی که خداوند برای ابراهیم داده بود در عمر 150 سالگی همون را گفت قربانی کرد یکی فرزند بودش نوری دیده کار رشته جان برگزیده روبش کن بین توتی در تکلم لبش شد جمیلانی تبسم حضرت اسماعیل 14 سال بود شنام زیبا بود که مثل توتی مینواخت و مثل برگ گل بود به همه قدر زیبا بود دو گیسو در خیرامش شکل سنبول با گلزاری خلیل الله بود گیسوهای اسماعیل بسیار نورانی بود و در گلزار خلیل الله یعنی ابراهیم پدرش یک بلبل بود دو گیسو در خیرامش شکل سنبول با گلزاری خلیل الله بود بگو ایزد که قربان کن ولد را ذبهی او بکام کن فارغا کبدا پروردگار امرش کرد که خلیل من ابراهیم بچه تا قربانی کن مهر بچه تا از درون دل بیرون کن باید دل دو چیز جا رو بگیرن هم عشق الله باشد هم عشق بچه باشد دل فارغ کن یک کن جای یک چیز از دل بگو ایزد که قربان کن ولد را ذبهی او بکن فارغا کبدا باید دل مهر تو هرگز نگنجد برای امتحان دار و سنجد و باید مهر دو چیز خداوند گفتش که نگنجد لیک از یک طرف امتحان مزید آمد خلیل الله شد از خواب و بیدار شد قائم به امر ذات جبار از خواب خیست در حال کمر همت است حضرت ابراهیم دانستند که این خواب اصلا خواب نیست وقتی الله امر کرده است این دستوره خلیل الله شد از خواب و بیدار بشد قائم به امر ذات جبار با فوق امر حق شد سوی خانه به جان و دل به فرمان یگانه وقتی که امر شد در حال خیستی به طرف خانه‌اش نرید برای اجرای امر برای الله را امر کرد که بچه را قربانی کرد این خیست در خوابش خیست در حال به سوی اجرای امر رفت الله مردم میگه نماز بخون مردم نماز بخون امر است این امر در خواب است این امر اصلیه خلیل الله در خوابش امر کرد که بچه را قربانی کرد اما الله بارک اصلا واقعا امر دست است که اقیم الصلاه فرمان نماز بخوابی است یکی مردم در نماز بسوی اهل خود در بفرمود سروگ سوی اسرار بشدود بدایده آمد خانه شد آمد خانوشان حاجره مصری رفید در حال اسماعیل بگی سر کنشان بشد شروع کنید بشد سروشان بیدن شما مذوفی عن بنینش بشون کدروی نازنینش
بیبی حاجت شوهر یافت فرمان میشد مشغول و خدمت از دل و جان. مادر ما بیبی حاجت که سرحال گلوهش نکرد. رنگی زنای بزرگواری من گفت گیره که جاش میبری فلان بسمدان دوباره گپ نکرد. در حال پیدا شد. بیبی حاجت شوهر یافت و فرمان میشد مشغول خدمت از دل و جان. چو آینه به سیطرها شد پرداخت چنان که گلچخی خود را چمن ساخت. وقتی میگه سر تلاش شش چنان زیبا شد که مثل یک دسته گل شد. حضرت اسماعیل چو ابراهیم به قربان فرزند گرفت الماس تیزی بستنی بر. حضرت ابراهیم علیه السلام در حالتی که اسماعیل هم میششتن و سر و تنش تازه میکردن الماس گفته تیزه میگن کارچه تیز. بعد گرفت و زیر آستینش انداخت کارچه ابراهیم تا که مادرش نبیند. مادر نبیند که این کار هیچ کار میکند. بعد بندم گرفت زیمت که جانبی مینا روان شد دیمه فرزند شیرینش روان شد. بعد از مکه مکرمه طرف مینا رفتن. یک حجا میدانه یک مکان است از مکه 2 کیلومتر بیرون میبروی قربانگاه میرود. یا برامدن همون طرف رفتن. چو اسماعیل برفتن بود و در راه گرفت راهش مگر ابلیسی گمراه. و ابلیس مرمون شیطان نیرنگش رو کرد. در حال از پی نیرنگش آمد گفت که نقشه کشید اول که اسماعیل قربانی کنی میبری بچگیش است. اگر من این رسط بیوار شد ممکن است که گپم گذارد چی این را گمراه کرده و تا در همین امتحان خواست که ابراهیم قد اسماعیل چپا کرد. چو اسماعیل برفتن بود در راه گرفت راهش مگر ابلیسی گمراه. مثالی پیرمرد آمده پیش و اقرب از برای کردن نیک. بعد یک موسیقی دیر کرد شیطان خوب شد آستا آستا آمده اسماعیل نزدیک شد. کشتونی بدبخت میخواست که نیش بدهد. نیشی چی؟ نیش در عقیده نزد. خیلی که بعضی موفقا در بین ما و شما هستن نیش میدنن این شیطان هم خیلیش زد میخواست مثالی پیرمرد آمده پیش و اقرب از برای کردن نیش. بگفتش ای پسر عظمت کجا شد کجا خواهی روی فکرت چیکار شد. بچه کجا بری گفت سفید شد. پیرمرد رفت آمد بچه جان کجا رفتی گفت عزم سفرت کجا رفت. حسی با ما به سرعت میشتابی توقف کن بیره با من جوابی. حسی بابا گفت عربا پدرت بابا میگن از پسی بابا گفت کجا سرعت کتی رفتی تیز قدم میمانی گفت کجا رفتی گفت بسم یادم توقف به جواب من رفته. بگفت اسماعیلی این رفتار نیکوست روم همراه بابا جانبی دور. و گفتی اسماعیل یک دفعه ایستاد گفتی همراه پدرم بابام گفت خانه دوست بریم میشه دوست پدرم رسان کی بابام دوست را کردن زیارت کنیم در بحر توحید طهارت. اخیر بگم برامد گفت بابا پدرم خانه دوست بریم گفت دوست زیارت میکنیم و در بحر توحید طهارت میکنیم. مراد از توحید یکدی الله است و سوی یگانگی الله را. بگو ابلیس قولی من بکن گوش وگرد از زهر عذرائیل کنی نوش. قدم نزن گفت اگر که من گوش نکنی گفت عذرائیل گفت زهر عذرائیل هم بچشید. عذرائیل در کمین است در راه از پیش نگفت. بگو ابلیس قولی من بکن گوش وگرد از زهر عذرائیل کنی نوش. تو را کنه برد بابا سوی دوست کشد چون نشد و اصلا کشد بود. بابای تو گفت دروغ میگه گفت کجا تو را گفت میشه دوست میبرن تو را وضعی مقام میبرن گفت که زنده پوست دود میکنن گفت میکشد گفت بابا میکشد گفت فرمان رب شد گفت رنگ گاوی را که میکشن تو را
مرا سوی پدر رحمه بجان کن باید گوشا بیرون خود را نهان کن کتی پدر نراو بگریز برز پیش سنگ بجاش اوکی پدری تو بیرحمه میکشی کن شکر نورست طفلی جان غنیمت کمال عمر بر انسان غنیمت و بچی ها شکران 14 درآمد جانت غنیمت است گفت رنگی گلی گفت یک گلولکی ناشکفته ای گفت حالا از دنیای لذت ندیدی اسماعیل به جانت رحم کن عقیق بکن دیدی این ابلیس رهزن رهزه صورت لیکن نازی جوابی بچه 14 ساله را بین چی جوابش میدید شکر نورست طفلی جان غنیمت کمال عمر بر انسان غنیمت تو را قربان کند بابا بخاری نمیگردی خلاص از می بزاری تو را پدر قربانی میکنه اسماعیل اگر چند زارش را بکنی دیگر ایت کار دیو خلاص نمیشی اینو میدونی جوابی بگفت اسماعیلش ای پیری رهزن اسماعیل جواب داد بگفت اسماعیلش ای پیری رهزن که فرموده است بابا را بکشتن دوری پدر من کی فرمان داد که باید مرا بکشتن پدر که راضی باشد بر شماره وزد در باغ او در نو نهانه کدام پدر میخواهد که در حیات باغ فرزندش داغ وزد کدام پدر میخواهد ورا دارد بجانش بغرواره نمیخواهد به پایم زخمی خاره وی پدری من گفت من چنان دوست میداره که اگر مار بگزد خودش راضی است که نمیخوراشه که در پای من خار بزنه اگر مار خودش بگزد راضی است زهر مار نه لیکن نمیخوراشه که در پای من خار بزنه چه خیلی مرا میکشه گفت دیوانه ای کی فرموده است او را در بیابان برای کردن فرزند و قربان اگه کی فرموده است که این بچه شب را در بیابان قربانی کنه یا کی گفته است چی گفته بگفت ابلیس که شد فرمان معبود بکن قربان برای ما ولد داد بگفت که این شیطان گفت که اسماعیل گفت این پروردگارش امر کرد برای ما بچه را قربانی کن به دستش بند باید خنجری تیز کند آنجا تو را از حلق خمره ولی نمیدانی که در درون آسونش یک خنجری تیزی هست یک بندی هم دارد برای طرف گروه تو بیدن به دستش بند باید خنجری تیز کند آنجا تو را از حلق خمره با جوابش باید بگفت اسماعیل در راه سبحان دیرم سجان نمیترسم دی یک جان اسماعیل عجیب جوابش داد و بعد اگر پروردگار عمل کرده باشه که پدری من در همه بیابان قربانی که من یک جان دارم والله اگر 1000 جان داشته باشم فدای الله من نمیگم بگفت اسماعیل در راه سبحان دیرم سجان نمیترسم دی یک جان به هر نوعی که باشد امر باری به امر دوست دارم جان سپاری اگر امر الله باشه من 100% راضی اما در آخر بگفت ای پدر پیرست در راه بدخواهی مرا این میزند راه حضرت ابراهیم نگاه کرد که اسماعیل کتی کسی گفت و سبال گفت که پدر جان گفت یک پیر رهزن آمدگی است من از رخت سوره نمیدونم چیکار کنم بگو ابراهیم نوری دیده همان پیری که در پیشت رسیده مگر ابلیس ملعون است و مردود بگیر از سردها او را بیزن زود و بچگاه گفت او پیری بدبخت رو کمرش شکسته داره و ابلیس در خمش رو سنگ میگه سنگا رو میگه بزنشم الله اکبر گو زنس به سنگا بزنش بنابراین شیطان از سنگ بودن میترسد هر سال میلیون ها سنگ باهاش میبرد گرفتش از سوسه سنگی حجاره بکرد ابلیس را آن سنگ ساره بر سنگ بگفت ای لعنتی
شما این نقطه‌ای که عاشقا در اینجا خون می‌ریزن گفت از جای عاشقا دور شد. اینجا جای عاشقا است، عاشق بر از معشوق می‌ریزن. گرفت او را اسماعیل 3 بار برای رهزنی ملعون مکار. 3 بار راه اسماعیل گرفت، 3 بار آقای پیش آمد اما نتوانست که به فرمان پدر با صندوق پا را بزن آن لعنتی و چون ستاره به آرم جمار ابلیس شد و سلامت ماند و اسماعیل از آن شور. به مجرد همون صندوق که زدن از اسماعیل دور شد و 3 باری حمله کردنش نتوانست که اسماعیل از راه بزنند. اما اسماعیل تانست که به واسه صندوق زد او را از پیش نکرد. با قربانگاه رسید با جد علا رضا دادن به امر حق تعالی که رسیدن قربانگاه مینا، به شهر مینا رسیدن. اجازت شد. اینجا بحث کلام می رود. چرا؟ وقتی که اسماعیل شنان و پروش بعد گفت که اسماعیل جان گفت جانی پدر گفت میدانی که اینجا برای چه آوردن؟ گفت نه تو گفتی زیارت دوست. خیلی دوست، کلام دوست. گفت الله رب العزت و الجلال مرا امر کرد که تو را قربان بکنم، در راه خدا قربانی بکنم. 1 شب بود، 2 شب بود، 3 شب من فهمیدم که الکی این خواب نیست دیگر دستور است. تو را همینجا آوردم. چی مصلحت میتی که من تو را به خاطر خدا فرمان خدا قربانی میکنم؟ حضرت ابراهیم از اسماعیل پرسان کرد. مفسرین کبار میگن چرا وقتی دستور خدا که باشه چرا ای بچهش پرسید؟ باید درها کار انجام بده. نه، به خاطر پرسید که عقیده همین بچه که 14 ساله چگونه باشه، میترسه همین کار میگرده یا که میرود؟ که وقتی جواب دندانشکن به شیطان داد ابراهیم احساس کرده بود که بچه من از این راه چی نمیگرده، برای خدا رفت برآمد. با گفت که من تو را قربانی بکنم. گفت که پدر جان گفت هر چیز رو تن انجام تکاره، زیرا اگر این فرمان الله باشد گفت در فرمان الله من گفت صابر میابی، لیکن خودت مبادا دیر نکنی، حرکت کن کاره انجام بده. معزینان اسلام برندن